سلام مامان. سلام مامان جان. خوب هستین شما؟ یه سوال، من برای این حلوای کاسه آردو میریختم یه قلوپ روغن، درسته؟ مادر جان نصف پیمونه با روغن ولی آردو کامل 1 2 3 دیگه. سلام خوبین؟ شما خوب هستین؟ مرسی بابت شکر پلویی که به اون دادین چند روز پیش، دستتون درد نکنه. خیلی خوب بود. مرسی. خدا نگهدار. پس نصف پیمانه. من کی برش دارم که موقعی که گرم شد یا رنگش عوض شد. خب چقدر گرم بشه؟ خب 2 hours later. داری به مامانت زنگ میزنی باز؟ نمیشه که. 6 hours later. به پیمانه روغن میریزید تا شل بشه. میخوای من دوربین نگه دارم که ببینم؟ بیا. خب همین هم محلول داره میشه مادر من. آفرین همین عالیه. خب الان اون آب شکرینامو بهش اضافه کنم دیگه. یه ذره بذار داغ بشه. خب باش، ممنونم از شما، خوشحال شدم.